سلام دارم به همه دوستان عزیز فیسبوکی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنم. یه نکته میخوام بگم درباره این پیج مسخره که درست شده برای لایک گرفتم. خودشون دارن خفه میکنن و ادعا میکنن که خیلی شاخ هستن، خیلی گنده شدن، خیلی آدمای هات پروفشنالی هستن. عرض کنم که به عنوان مثال یه پیجی که همین چند دقیقه پیش دیدم و تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست بکنم، توی دلم گفتم که واقعا حقمونه که بلای سرمون بیاد توی ایران. یه پیجی هست به نام حرفه بالای 21 سال که اصلا نمیدونم نه ادمینش کیه یا مطلبش کی گذاشته، که این مطلبی که میخوام بگم خیلی برای خودم جالبه. یه عکس سه‌بعدیه که متن عکسش دقیقا اینه: اول لایک کن، بعد عدد 21 رو داخل کامنت بنویس، بعد از چند ثانیه منتظر بمون، اسم کسی که شما رو دوست داره نمایان میشه. حالا تعداد لایک هایی که این مطلب گرفته 68382 تا این لحظه، و تعداد کامنت هایی که توی عدد 21 رو وارد کردن 66477. فکرشو بکن، 66477 نفر من عدد 21 رو وارد کردن. حالا این تعدادی که اومدن اشتراک گذاشتن چند تا؟ 3580 تا، که جمع همه اینا رو حساب بکنی میشه 138439 تا. شما حالا فرض کنید 1 دقیقه زمان ببره، ببین چه عدد گنده میشه. خب این کار الان یعنی چی؟ اومدی عدد 21 رو زدی، چه اتفاقی میفته؟ و آیا واقعا حرف بالا 21 سال بودین؟ جوک بود. اگه جوک بود ما هم بگید که دوستان دیگه هم لذت ببرن و ما هم وارد بکنیم، شاید ما هم گفتیم خندیدیم و منتظر شدیم واقعا اسم یکی از دوستامون اومد روی این عکس قرار گرفت. به خدا حیفه واقعا که شما دوستان وقتتون رو برای این چیزای پوچ و بی‌ارزش تلف بکنید. واقعا حیفه. منتظر ویدیو بعدی من باشید، منتظر گفتگو درباره این پیج هایی که میان از شما لایک های نمیدونم زوری میگیرن. واقعا نمیدونم چی بگم برای ویدیو اول، ولی نمیخوام بهتون بگم واقعا حیفه وقتتون رو واسه این پیج رو حرام میکنید. دوستتون دارم، همتون رو منتظر ویدیو بعدی منم باشید.